بسیار خوب بچه‌ها، وقتشه که کلام خدا رو با هم بخونیم. از کجا شروع کنیم استاد؟ نظرتون چیه که به خاطر حمید یه نگاه کوتاه به حروف الفبا بندازیم؟ نگران نباش حمید، این داستان حتی کوتاه‌تر و مسلماً جذاب‌تر از داستان‌های اسنپ چته. من اصلا معنی اسنپ چت رو نمیفهمم. اینا همشون عکسای حمیده که از خودش گرفته و دخترای دیگر رو تگ کرده و همشون هم زیرش نوشته فقط تو رو کم دارم. خب بیاین از خلاقیت‌های حمید بگذریم و بریم سراغ کار امروزمون. بچه‌ها تونستین نرم افزار کتاب مقدس رو تو گوشیاتون دانلود کنین؟ بله، همونطوری که خودت گفته بودی ترجمه شریف رو دانلود کردیم. خب ما قبلا راجع به شروع زیبای زندگی انسان با خدا و بعد ورود گناه و مرگ از طریق آدم و حوا به دنیا حرف زدیم و خدا به ایماندارها روشی برای قربانی و بخشش گناهان داد. حالا بیاین داستانو از اونجا که عظمت خدا از طریقی تازه و فوق‌العاده به زمین میاد شروع کنیم. خب میبینم که سخنران خیلی خوبی هم هستی. اگه صبر کنین خودت میفهمی. بیاین انجیل لوقا رو بخونیم باب 1 آیه 26. من دعا میکنم و بعد اگه سعید دلش خواست میتونین آیاتو بخونه. خداوندا به ما درک اینو بده که کلمات تو رو درک کنیم و تو رو بهتر بشناسیم. آمین. خیلی خوب بیاین شروع کنیم. خیلی خوب. در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد تا نزد باکره‌ای مریم نام که نامزد مردی به اسم یوسف از خاندان داوود بود برود. فرشته نزد او رفت و گفت: سلام بر تو ای که مورد لطف قرار گرفته ای، خداوند با توست و تو در میان زنان مبارک هستی. ای مریم مترس، لطف خدا شامل حال تو شده است و اینک آبستن شده. پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبودم. روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. در آن روزها آگوستوس قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی سرشماری شوند. پس هر کس روانه شهر خود شد تا نامنویسی شود و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل رهسپار بیت لحم یهودیه زادگاه داوود شد، زیرا از نسل و خاندان داوود بود. او به آنجا رفت تا با نامزدش مریم که در آن موقع در عقد او و باردار بود نامنویسی کنند. خیلی متاسفم، تو مسافرخونه دیگه جایی برای مسافری نداریم. اگه مایلید میتونید تو استپ بمونید و استراحت کنید. در آن نواحی در صحرا شبانانی بودند که در شب هنگام از گله پاسداری می‌کردند. ناگاه فرشته خداوند در برابر آنان ظاهر شد و شکوه و نور و جلال خداوند بر گردنشان تابید و شبانان سخت وحشت کردند. اما فرشته با آنان گفت: نترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد. او خداوند مسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی در قنداقی پیچیده و در آخری خوابیده خواهید یافت. جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمی که بر زمین مورد لطف اویند. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و نوزاد خفته را در آخر یافتند. چون نوزاد را دیدند سخنانی که درباره او به ایشان گفته شده بود را پخش کردند و هر کس که میشنید از سخن شبانان در شگفت میشد. اما مریم این همه را به خاطر میسپرد و درباره آنها میاندیشید. من همه ماجرا رو نفهمیدم، ولی این داستان واقعیه. چه جوریه که من تا حالا این داستان رو نشنیدم؟ وایسا یه لحظه، من چند تا سوال دارم. بایدم سوال داشته باشی. با این سوال شروع میکنیم. به نظر شما خدا تو این داستان چی کار کرده؟ به نظر میاد تولد مسیح داره مثل یه تبلیغ برای یه فیلم جنگی جدید اعلام میشه. ناجی پسر خدا؟ چند دقیقه دیگه برمیگردیم به این موضوع. سعید تو فکر میکنی خدا تو این داستان چی کار کرده؟ واقعیتش اینه که خدا میگه اومدن مسیح خیلی مهمه و باعث میشه شادی به جهان بیاد. با تمام این جزئیات احساس کردم توی داستانم. وقتی احساس کردم که باید انجیل رو خودم بخونم، منم همین احساس رو داشتم سعید. احساس میکردم تو این داستانم. به نظر تو خدا دیگه تو این داستان چی کار کرده؟ فرشته خدا تو این داستان خبر خوشی و شادی رو به مردم اعلام کرد. خیلی خوب. خبر خوش اومدن مسیح رو به همه مردم اعلام کرده. کسی یادشه اینو کجا فهمیدین؟ بله میخونم. او بزرگ خواهد بود و خداوند تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. رسیدیم به موضوع اصلی. بله، رسیدیم به یک مسئله مهم. چرا ما به نجات دهنده نیاز داریم و چرا خبر اومدن عیسی اونقدر مهمه؟ من واقعا نمیدونم.
گفتیم بزرگترین مشکل هر کسی اینه که گناهاش اهانت به عظمت خداست و این باعث شکست توی زندگیمون میشه. مثل آدم و حوا ما هم از خدامون دور شدیم و نمیتونیم هر چقدرم که تلاش کنیم عیبامون رو با کارامون بپوشونیم. گفتیم که خشم خدا در برابر گناهان باعث مرگ میشه. ولی این مجازات شامل حال هممون میشه چون هیچ بیگناهی وجود نداره. درسته. چی گفتی؟ پس واسه همینه که خدا قربانی کردن رو به پیامبرها داد؟ سعید فکر کنم داری برنامه‌ریزی‌های خدا رو میفهمی. دقیقاً. حیوانات به جای انسان مرگ و که تاوان گناه انسان‌ها بود قبول می‌کردن و انسان‌ها بخشیده می‌شدن. یادت میاد؟ این چه ربطی به تولد عیسی داره؟ حمید، سوالاتت در مورد مرگ حیوان توی داستان ابراهیم یادت میاد؟ حیوانات که کامل نیستن. چطور خونه یه حیوان میتونه هم گناه انسان رو بپوشونه هم حامی عزت خدا باشه؟ خدا برنامه‌ریزی کاملی برای نجات بنده‌هاش داره و این خبر خوشی برای همه ماست. یه بار دیگه این برنامه رو به ما بگو پروفسور. از طریق مسیح خدا بخشش کامل و که به زندگی همیشگی ختم میشه با لطف خودش به جهان میرسونه. میشه بگی حالا این بخشش چجوریه؟ بعد از اینکه آدم و حوا از میوه درخت خوردن خدا بهشون وعده عجیبی داد و اون این بود که یک روز مسیح به دنیا خواهد آمد و بدیها رو از بین خواهد برد، ولی اون شریر و بدکار مسیح رو خواهد کشت. من که نفهمیدم. راستش آدم و حوا هم نفهمیدن که موضوع چیه. خدا وعده دیگه از طریق پیامبرها داد که مسیح بعد از اینکه به واسطه شیطان کشته میشه به عنوان پادشاه جهان برمیگرده و برکت و خوشی رو به همه دنیا برمیگردونه. درست همونطور که تو داستان خوندیم پادشاهی مسیح هیچ وقت پایانی نخواهد داشت. خب چجوری مسیح میتونه هم کشته بشه و هم به عنوان پادشاه تا ابد زندگی کنه؟ پیامبرها هم به همین فکر میکردن. بیا این پیشگویی رو تو کتاب اشعیا بخون. این مطلب 700 سال قبل از تولد مسیح نوشته شده. نوشته جلال و سلطنت پادشاهی او پایانی نخواهد داشت. او بر تخت داوود خواهد نشست تا با عدالت و پارسایی تا ابد سلطنت کند. متون عهد عتیق پر از پیشگویی درباره مسیحه که چطور عیسی زندگی کاملا مقدسی خواهد داشت. شیطان رو شکست خواهد داد و خودش کشته خواهد شد و سپس به عنوان پادشاهی ابدی باز خواهد گشت. پس واسه همین بود که فرشته ها با صدای بلند میخوندن و میگفتن بالاخره مسیح اومد. مسیح اینجاست. کاملا درست. انگار چیزی رو که خوندیم یادت رفته. پسر خدا در سوره اخلاص میگه خدا یکتاست، بی نیاز است، نزاییده است و زاییده نشده است و بی همتاست. خب شما چی میگین بچه‌ها؟ فکر نمی کنید شاید کلمه پسر خدای معنی مستعاره؟ ما هممون این آیه قرآن رو راجع به خدا میدونیم ولی فکر نمی کنم با داستانی که خوندیم مغایرت داشته باشه. یعنی خدا که مسلما با مریم ازدواج نکرده تا عیسی رو به دنیا بیاره. نوشتن که عیسی به واسطه روح خدا به وجود اومده. به نظر من وقتی تصویر کامل رو میبینیم موضوع منطقیه. درسته. مثل وقتی که میگیم پسر یک ملت، منظور ما این نیست که مادر اون پسر با یک کشور ازدواج کرده. منظورمون اینه که اون پسر نماینده اون کشوره. مثل عیسی مسیح که از طرف خدا اومده و نماینده اونه. پادشاه ها که قدرت و پول و ثروت دارن ولی عیسی تو انبار گوسفندا به دنیا اومد. ولی بحث قدرت عیسی مسیح با همه فرق داره. مگه این چه جور قدرتیه؟ یک قدرت حقیقی. خب این قدرت چجوریه؟ هفته بعد دوباره ادامه‌شو میخونیم.